سلام دوستای عزیز، باز هم خوش آمدین به یکی از ویدیوهای تازه از چینل دنیای معلومات. امروز میخوایم درباره یکی از مشهورترین، حیرت انگیزترین موجودات روی زمین صحبت کنم دوستای عزیز. یعنی فیل‌ها، بزرگترین حیوانات خشکی که پر از رمز و رازند. هر کدامشان داستانهای جالبی در دل دارند. بیاین شروع کنیم. انواع فیل‌ها. در دنیا دو نوع فیل اصلی وجود دارد. یکی فیل‌های افریقایی و فیل‌های آسیایی. فیل‌های افریقایی بزرگتر است، گوش‌های خیلی بزرگ دارد و وزنش گاهی هم به 6 تن میرسد. اما فیل‌های آسیایی کمی کوچکتر است، گوش‌هایش هم کوچکتر است، وزنش نسبت به فیل‌های افریقایی نسبتاً کم است. جالب است بدانید که فیل‌های افریقایی بیشتر در دشت‌ها و جنگل‌های افریقا زندگی می‌کنند، در حالی که فیل‌های آسیایی در جنگل‌های هند، تایلند و سریلانکا یافت می‌شوند. خرطوم شگفت‌انگیز فیل. خرطوم فیل یکی از حیرت‌انگیزترین ابزارهای طبیعی است. در خرطوم او بیش از 40,000 عضله وجود دارد. یعنی فیل‌ها می تواند با خرطومش هم یک درخت را بشکند، هم یک شاخه کوچک را بردارد و حتی یک دانه برنج را هم از زمین بردارد. خرطوم فیل برای نوشیدن آب، سلام کردن، برداشتن غذا و حتی نوازش چوچه فیل استفاده میشه. یعنی عزیزانم، توسط خرطوم فیل نیازهای بدن خود را پوره میکنه. آب می نوشه، غذا می خوره، چوچه های خود را توسط خرطوم خود مراقبت میکنه، شنا میکنه توسط خرطوم خود. گوش های کولر مانند. یعنی چی؟ گوش های فیل فقط برای شنیدن صداها نیستند. این گوش ها مثل کولر طبیعی کار میکنند و حرارت بدن او را پایین می آورند. وقتی هوا خیلی گرم باشد، فیل ها با تکان دادن گوش هایشان خود را خنک می کنند. یعنی حرارت بدن خود را توسط یعنی خرطوم خود پایین می آورند در هوای خیلی گرم. حافظه قوی. یکی از جالبترین ویژگی های فیل ها حافظه قویشان است. آنها می توانند راههایی را که سالها قبل رفته‌اند دوباره به یاد بیاورند. حتی چهره های انسان ها را تا سالها فراموش نمی کنند. به همین دلیل است که می گویند فیل ها هرگز فراموش نمی کنند. احساسات انسانی شاید برایتان خیلی جالب باشه، یعنی عجیب باشه، اما فیل ها موجودات با احساسات بسیار قوی هستند. وقتی یکی از اعضای گله می میرد، دیگر فیل ها دور هم جمع می شوند، سکوت می کنند و حتی اشک می ریزند. این رفتار مانند مراسم سوگواری انسان ها هست. همچنین وقتی خوشحال باشند، صداهای خاصی از خود می کشند، مثل خنده به نظر می رسد. تولد چوچه فیل. چوچه فیل وقتی به دنیا می آید حدود 100 کیلو وزن دارد، اما مثل یک کودک انسان برای زنده ماندن به مادرش وابسته است. مادر و بقیه فیل های ماده از او مراقبت می کنند. این همکاری نشان می دهد که فیل ها حیوانات اجتماعی و مهربان هستند. غذا خوردن فیل ها. فیل ها بسیار پرخور هستند. آنها روزانه تا 150 کیلو غذا می خورند. غذاهایشان بیشتر شامل برگ درختان، علف، پوست درخت و میوه می باشد. به همین دلیل فیل ها ساعت های زیادی از روز را صرف غذا خوردن می کنند. شنا کردن. خیلی ها فکر می کنند فیل ها فقط در خشکی زندگی می کنند، اما حقیقت این است که آنها شناگرهای ماهری هستند. فیل ها از
خرطومشان مثل لوله اکسیژن استفاده میکنند و می توانند حتی در آبهای عمیق هم شنا کنند. یعنی توسط خرطوم خود قبلا هم براتان گفتم تمام نیازهای بدن خود را برآورده میکنه. آب می نوشه، شنا میکنه، مراقبت از جوجه خود را میکنه عزیزانم، غذا میخوره، جمع‌آوری علف، تمام نیازهای خود را توسط خرطوم خود انجام میده. عمر طولانی فیل‌ها از حیواناتی هستند که عمری نسبتاً طولانی دارند. در طبیعت می توانند تا 70 سال زندگی کنند. این عمر طولانی باعث می شود که چندین نسل از بچه فیل‌ها را در یک گله ببینیم. یعنی امی عمر طولانی مانند انسان ها باعث می شود که از یک نسل به دیگر نسل ما بتانیم که فیل‌ها را ببینیم. فیل‌ها فقط حیوانات بزرگ نیستند، بلکه موجودات باهوش، اجتماعی، پر از احساسات انسانی هستند. از حافظه شگفت‌انگیزشان گرفته تا مهربانی شان با اعضای گله همه نشان می‌دهد که فیل‌ها یکی از عجیب‌ترین، شگفت‌انگیزترین حیوانات روی زمین در طبیعت هستند. اگر این معلومات برایتان جالب بود لطفاً ویدیو را لایک کنید، در کانال سابسکرایب شوید، زنگوله را هم فشار دهید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. تشکر از شما دوستای عزیز، منتظر ویدیوهای بعدی باشین. ویدیوهای بسیار جالب درباره هر حیوانی که شما میخواین ما برایتان معلومات جدید و معلومات مفید براتان پست میکنم، نشر میکنم. تشکر دوستای عزیز. چینل دنیای معلومات را لایک و سابسکرایب کنید.